این فیلم رو گرفتم، خب میفرستم این بای رو. بای رفت اینجا رو زد، چون این پایین این ولف به من داد، من فهمیدم این برمیگشته اینجا بستمش. خب اما من اومدم اینجا، ببینید بچه ها در تایم ریز چند بار اومد، چند بار، اما برای من این گلفه اینجا، این گلفه، من استاپم رو گذاشتم زیر همین این گل، بعد یکم رفت بالا پشیمون شدم. وقتی اینو زد اومدم زیر این لو گذاشتم. ببین 3 بار اومد که این استاپ منو بزنه. استاپ من دقیقا همینجاست بچه ها. خب بیاد بزنه. ببینید من میخوام بگم برای موقعیت یک ترید بچه ها نباید بیام استاپایی بذاریم که بخوام. این اون بالا رو من ترید کردم، استاپم رو کجا گذاشتم؟ بابا تایم فریم روزانه است. من استاپم نگاه کنید، ریسک به ریوارد 1/15. ببینید ناحیه رو پیدا کنین، آقا اینجا ورود کنین، استاپتونم زیرش، یعنی بیاد بزنه مثلا با 1/10 که وارد میشین، آقا $2 $3 به شما ضرر بزنه. نه اینکه بعضی هم میان، حرفم اینه تا این خانشه رو یاد نگیرین بچه ها این اتفاق. الان من اینجا نگاه یه امپیل دارم، خب آقا قیمت بالای این بره دیگه من اصلا خیالم راحته. تا زمانی که بالای این نرفته تهی دارم به قول معروف چیز میزنم. آقا بالای این رفت دیگه ولش کن. 2 تا سناریو اومدم براش کشیدم. اینجا گفتم تو یا میای از اینجا برمیگردی چون اینجا این گلفی، یا میای اینجا دوباره برمیگردی میای بالا. این سناریو دومم، یعنی میای اینجا دوباره برمیگردی میای اینجا رو میزنی برمیگردی میای ایستاد میای اینجا خودتو میرسونی. چرا اینجا خودتو میرسونی؟ چون من اینجا یه دی پی ال اس دارم. دی پی ال اس من این گلف شده ام پی ال، باید برگرده به دی پی ال اس هم. و این ترید بای رو به این امید دارم میگیرم. خب ارزش هم داره. الان نگاه کنین ببینید چند پیپه. حضور مبارکتان عرض کنم اگه بگیره 20 پیپه، کم نیست. رو همین حساب به شما میگم بچه ها استاپاتون حضور. بعد دیگه نگاه ببینید من اگر اینو نگاه به شما چی گفتم این ام پی ال قیمت بره روش دیگه نگرانی ندارم. نگاه چه جوری داره برمیگردونه. حالا این ام پی ال قیمت رفت، استاپ هم میذارم میرم میذارم اینجا، میگم خب حالا زدیم پدا سرم. یک نایه این گلف کرد. نگاه همین نایه این گلف رو ببینید، این گلف های ریز داخلی میده وحشتناک. اینا به قول من آقا این اگر بیاد بالا بیاد توی این بره بالا، استاپ من زیر اینه. خوش باشین بچه ها. این فیلم رو گفتم هی